به نام خدا، علیرضا حیدری هستم. در این ویدیو قراره شطرنج هورد رو به شما آموزش بدم. در این شطرنج کاملا متفاوت که می‌بینید، ما یک طرف قضیه 36 تا سرباز وجود داره و طرف مقابل به صورت استاندارد مهره‌ها وجود دارن. هدف این بازی در واقع همون کیش مات کردنه، ولی خب چون در اصل فقط شاه سیاه وجود داره، برای هدف سربازهای سفید کیش مات کردنه. به چه شکلی؟ به این شکل که اولا تمام مهرهای سیاه رو بزنه و اینکه یکی از سربازها رو حداقل به انتها برسونه و وزیر رو بیاره داخل بازی و کیش رو انجام بده و بازی رو ببره. در طرف مقابل مهرهای سیاه تنها یک هدف خیلی ساده دارن، زدن مهرهای سفید هستش. ولی به صورت عادی اگر قضیه رو نگاه کنید، به دلیل اینکه تعداد سربازهای سفید خیلی زیاده، این گمان پیش میره که احتمالاً سفید این بازی رو ببره. ولی اگه سیاه استراتژی خوبی رو در نظر بگیره، خیلی راحت میتونه این بازی رو ببره. به چه شکلی؟ اگه طرف ما طرف سفید باشه، در اصل باید سعی کنه که ردیف به ردیف سربازها رو جلو ببره و سعی کنه مهرهای کمتری رو از دست بده و مهرهای بیشتری بزنه. چرا که ما فقط سرباز رو از دست میدیم، ولی در طرف مقابل بعد از تمام شدن این ردیف سربازها شروع میشه به زدن فیل و اسب و بقیه مهرها. چرا میگم باید ردیف به ردیف مهرها رو جلو ببریم؟ چرا اینکه سرباز از طرف روبرو کاملا آزاده برای زدن، ولی اگه از پشت مثلا وزیر نفوذ کرده باشه به ردیف آخر بعد از زدن‌های پیاپی، خیلی راحت میتونه از پشت سربازا رو بزنه بدون اینکه خودش ضربه‌ای بخوره. پس باید سعی کنین که اول از همه مهرهای سربازتون حمایت شده باشه. مثلا به این شکل الان من بازی ادامه میدم. دوم اینکه ردیف به ردیف سربازا رو جلو ببرین و اینکه خیالتون راحت باشه، چون تعداد سربازهای سفید بیشتره، قطعاً با همین استراتژی پیش بره بازی میبره. در طرف مقابل باید سیاه استراتژی متفاوتی رو پیش بگیره، چرا که برتری فعلا با سربازهای سفید هستش. ساده ترین راه اینه که یک راه نفوذ پیدا کنین. معمولا سیاه باید سعی کنه که از این گوشه ها، معمولا وسط توصیه نمیشه چون راه نفوذ بسیار سخت هستش، از طرف گوشه ها سربازهای با فدا کردن مهرهای دیگه یک راه نفوذی پیدا کنه به ردیف آخر. وقتی که این کار انجام بده، با مهرهایی مثل رخ یا وزیر یا حتی فیل، خیلی راحت میتونه به ترتیب از پشت سر حمله کنه و از سربازها رو بزنه و به همین شکل بازی رو ببره. و در نهایت هم حالا اگه بخوام اینجا نشون بدن که چه رویه‌ای رو پیش میگیره، اینجا من میتونم وزیر رو بیارم و بدین روش کیش مات رو انجام بدم. خیلی ممنونم این ویدیو رو مشاهده کردین. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. ممنونم و خدا نگهدار.